بحث امروز ما در خصوص مفاسد ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاریه. منظور از مفاسد ماده 38 چیه؟ ماده 38 یعنی این که ما یه فعالیتی رو داریم انجام میدیم، حالا یا یه خریدی انجام میدیم یا یه هزینه‌ای رو انجام میدیم. هزینه حمل باربری بارنامه است، هزینه آبدارخونه است، یا خرید یک کالایی. اداره تامین اجتماعی میاد میگه آقا شما این خریدی که انجام دادی، حالا هزینه یا خرید، شما باید مفاسد ماده 38 از طرف مقابل گرفته باشی. شما یه باری اومده برای یه هزینه حملی رو باید پرداخت کنی، پرداختش کردی، آیا این بیمه در واقع ماده 38 رعایت شده یا خیر، که اون میره توی پروسه خودش. بحث اصلی و الان ما در خصوص اینه که ما چه راه حل هایی برای شرکت های مخصوصا تولیدی هستش که در واقع از مفاسد ماده 38 معاف بشن. خب بخشنامه 14 جدید درآمد رو همه شما مستحضرید و میدونید. بخشنامه 14 جدید درآمد به این شکله که شرکت هایی که دارای کارگاه ثابت باشن، لیست بیمه ماهانش مثلا موقع رد کنن، پولش رو پرداخت کنن و حرفه فعالیت یعنی که پروانه بهره برداری بابت اون موضوع داشته باشن، خب مشمول مفاسد ماده 38 نمیشن. مشمولیتش به این معنی که اداره تامین اجتماعی دست روشون میذاره ولی مفاسد با نرخ صفر براشون صادر میشه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما یه سری استانداردها رو رعایت کنیم، یعنی اینکه بیایم لیست بیمه ماهانمون رو رد کنیم. توی لیست بیمه ماهانه نکته خیلی خیلی مهمی که خیلی از دوستان رعایت نمی‌کنن اینه که بیایم پرسنل رو بر اساس حرفه‌شون تعریف کنیم. وقتی شما تولید یک فعالیت رو داری مثلا شیرالات، باید پرسنل تو بر اون اساس تنظیم کنی. اپراتور تولید داری، اپراتور تست داری، اپراتور بازرسی داری، تمام اینا رو توی جای خودشون توی لیست بیمه قرار بدی که اداره بیمه ازت بپذیره و مشمول مفاسد ماده 38 یعنی هزینه بابت این موضوع ازت مطالبه نکنه. این بحث شرکت‌های تولیدیه. بحث دیگه‌ای که داره، خب باید پروانه بهره برداری داشته باشی، فعالیتت باید در راستای اون خدمتی باشی که انجام دادی، یا خدمتی یا خریدی در اون راستا باشی که انجام داده باشی. بعد در مورد شرکت‌های بازرگانی بحث 7-8% داریم که توی قسمت بعدی در خدمتتون هستیم. توی شرکت‌های پیمانکاری بحث اصل موضوع قرارداده که حتما باید نکاتی رو رعایت کنید. بند قرارداد رو اگر شما به عنوان خریدار هستید حتما از طرف مقابلتون بخواید که موضوع قرارداد قید کنه که ساخت و خرید بوده. قسمت هزینه حمل و حتی الامکان در اینکه خودتون مشمول هزینه حمل نشید و مشمول مفاسد نشید، هزینه حمل رو بر عهده فروشنده بذارید. هزینه تست و بازرسی تمام این آیتما رو بر عهده فروشنده بذارید، چون هزینه حمل، تست، بازرسی و استاندارد اینا تماما مشمول مفاسد ماده 38 می شود.